سلام دوستان، برای این کار کلاً از 5 رنگ استفاده کردم. 2 تا قرمز آلیزارین کادمیوم رد و 2 تا سبز پرمننت گرین و ساب گرین و سفید تیتانیوم. اول از کادمیوم رد استفاده میکنیم. هر جا که احساس کردیم نیاز به روشنایی داریم با سفید قاطی میکنیم و هر جا که احساس کردیم تیرگی نیاز داره از آلیزارین برای ترکیب با کادمیوم رد استفاده میکنیم. به دلیل اینکه این نقاشی خیس در خیسه، خود سفیدم میتونیم بذاریم و با قلم حالت دورانی رنگا رو توی هم دیگه فید بکنیم. برای شروع رنگ سبز از پرمننت گرین استفاده میکنیم. حالا یه مقدار برای داخلش با سفید قاطی میکنیم و هرچی که رو به هندونه میایم از سفید بیشتری استفاده میکنیم. گاهن هم از خود سفید استفاده میکنیم. برای دونه های هندونه ترکیب ساب گرین و آلیزارین رو استفاده میکنیم که رنگ تیره‌ای به ما میده. برای سایه های زیر هم همینطور. دیگه آخر کار میتونیم جزئیات رو اضافه کنیم. وسیله ها رو شما میتونید از هایلایت نگاه کنید و تهیه کنید.